انسان میره خودم محاسبه بکنه. خب ما هر روز، امروز مثلا وقت فردا شب میشه، بعد از اینکه بستر خواب رفتی نمیره محاسبه بکنه. خب من امروز کدام کارها رو باید میکردم که نکردیم. متوجه شدین؟ و پیشنهاد بگیرین. گاهی وقتا ممکن خوب بوده باشه که حتی بنویسین. این تاثیر میکنه سر انسان، متوجه آدم میشه. خیلی وقتا آدم وقتی بنویسه متوجه میشه. یک بار ما یک صنف درسی داشتیم اونجا برای شاگردا همین کارا میکردیم. گفتیم یک بار بنویسین. باز من خودم می نوشتم. یک بار همون تو قلم کتابچه گرفتم که باشه گناهانی را که مثلا امروز از ماش سر زده کدام احکام متوجه ما بوده که در اونها کوتاهی شده. 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا حساب کردم، باور کنین از 100 بالا رفت و خیلی ترسان بود. خیلی آدم واقعا میترسه. اما تو هم هست. این در حالت عادی شاید یک نفر متوجه نباشه و یک نفر شاید بگه خب مثلا گناه نکردیم و غالبا گناه نکردن چی را حساب میکنه؟ این که مثلا ما فلانی نواهی را انجام ندادیم، این که اوامر الهی را انجام ندادیم، این هم گناه هست. متوجه شدین؟ یعنی ما شما متوجه آدمای خوب ما هم نیست که مثلا که خود اگه محاسبه بکنن خود بگه مثلا ما گناه نکردیم دیگه، مثلا دزدی نکردم، لازم نکردم، نکردم دیگه، این کافیه. این کافی نیست. خیلی از احکام را باید انجام میدادی که انجام ندادی، این هم گناه است. متوجه شدین؟ و از این غالبا ما شما چیستیم؟ غافل هستیم. و یک نکته دیگه ایست که خیلی از گناهان را انجام میدیم مثلا متوجهش نیستیم. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه این حدیث در ذهنتون بوده باشه، پیامبر صلی الله میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. این حکم است، یک فریضه است. چقدر کلمات نامناسب گفتیم، این گناه است. پیامبر میگه هر کی به الله و روز آخرت ایمان داره خاموش باشه یا سخن حق بگه. چقدر سخنان نامناسب میگی و فکر میکنین این گناه نیست؟ قطعا گناه است. متوجه چقدر غیبت میکنیم، چقدر به اسلام اتهام بس میکنیم، چقدر متاسفانه خیلی عام شده. اما رقم الله تبارک و تعالی وقتی بر مؤمنین میگه یا کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، چند بار به طرف نامحرم نگاه کردیم و وضعیت نامطلوب خود دیدین دیگه. واسه خصوصا بعضی از شما که در جاهای عجیب تری، مثلا ما در پانتونیم، وضعیت از این لحاظ ناگوارتر دیگه. هر طرف سعی میکنی انسان به طرف آدم عجیب غریب میفته که نباید بفته، یا کارهای دیگه. متاسفانه چقدر سخنان نامناسب را نشنویم باید. متوجه شدین؟ یعنی حکم خطاب الله متعال متوجه گوش ماست. اینی گپا رو نشنویم. اینی گپا چقدر کلمات رو شنیدیم که نباید میشنیدیم، چقدر چیزهای رو دیدیم که نباید میدیدیم، چقدر کلمات رو گفتیم که نباید میگفتیم. اینا رو محاسبه بکنیم. چقدر کار خیر رو باید میکردیم که نکردیم، چه در کجا مسلمان در دادش که کمک بکنیم نکردیم. ما خیلی از احکام اینی مفهوم تقوا رو داره و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم میگه و قرآن کریم میگه ول تنظر نفس ما قدمت لغد. شما هم خودتون محاسبه بکنین خدا که کدام فرایض باید انجام میدادم و کدامش انجام ندادم و حتی همون فرایض را که انجام دادیم باز تفصیل از این هم پرسان بکنیم. مثلا ما نماز خواندم با جماعت خواندم یا به جماعت خواندم، اگر با جماعت خواندم با کدام روحیه خواندم، نماز ما با خشوع بود یا بی خشوع بود. متوجه شدین؟ چون یک نفر بگه خب من هم نماز خواندم دیگه، خیره که جماعت نرفتم. خود ترک جماعت موارد از جمله گناهان چی حساب میشه؟ کبیره. یک نفر بگه نماز جماعت هم رفته، چی رقم نماز خونده؟ نمازش با خشوع بوده یا بی خشوع بوده؟ نماز بدون خشوع از جمله کدام گناهان است؟ گناهان کبیره است. چرا گناه کبیره است؟ چون تهدید داره. ترک خشوع در نماز تهدید آمده و تهدید به عذاب شده. و علما میگن یکی از موارد گناه کبیره میشه که یک نفر چی شود؟ یک نفر عمل را انجام بده که در او در شریعت تهدید آمده باشه. و قرآن کریم نمیگه فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. فویل للمصلین، هلاک بود بر نمازگزار. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم یراؤون و یمنعون. چقدر ریا کردیم، چقدر نیت های ما بد بوده. این واقعا آدم خیلی میترسونه. یعنی ما گاهی وقتا هم تو محاسبه وقتی میکنیم که خود امی که میگیم از امی گناهانی که ما از اونها توقع ثواب داریم، از این هم نجات پیدا بکنیم، خیلی گپ کلام نیست. چه رسه به گناهانی که گناه اصلی است. یعنی این اگر آدم منصفانه، من هدف من این نیست که خدا نخواهد شما رو ناامید بکنم. خب هدف ما واقعی بین بودن است. واقعا همین نمازهای ما که بهترین کارهایی است که میکنیم در کدام سطح هست؟ در اون سطح هست که از اونها توقع ثواب داشته باشیم و در اون سطح هست که تهدید متوجهش است. من از خودم میگم، شما میفهمید محاسبه خودتان. من نمازایی را که میخوانم ازشان از گناهش بیشتر میترسم نسبت به ثوابش. چون واقعا وقتی خودم محاسبه میکنم اون حالتی را که الله متعال گفته و پیامبرش در حالت نماز، اما خشوعی که باید باشه، اما تضرعی که باید باشه، اما شکستگی که باید باشه، اما نتیجه‌ای که باید در نماز باشه و این صلات تنها الفحش، امور نداره. من صادقانه از خودم میگم نداره.
این خیلی آدم میترسونه. یعنی وقتی در نماز ما این حالت داریم دیگه حالت ها خیلی خطرناک باشه. پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد. ای مؤمنین از الله بترسین و ببینین که برای آیندهتون برای روز بعدیتون و بفهمین منظور از روز بعدی در اینجا چیست؟ روز قیامت. مثل است که فردا باشه. خوب دقت کنین چه تعبیر دقیق قرآنی داره. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ببینین که نفستون برای فردا چی کردین. این فردا منظورش نیست که امروز جمعه است و فردا روز شنبه میآید. منظورش روز قیامت است و قیامت هم نزدیک است. و قیامت هم نزدیک است. پس برای قیامت چی آماده کردیم؟ قیامت فردای ما هست. برای قیامت چی کردیم؟ کافیست خود محاسبه بکنیم. واقعا اگر ما منصفانه خود محاسبه بکنیم میتونیم نمره کامیابی برای خود بتیم؟ قطعا نمیتونیم نمره کامیابی برای خود بتیم. پس چی توقع داشته باشیم با این اعمال عجیب و غریب ما که در کارهای خوب ما چقدر خطاها و نواقص داریم. خب ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله متعال شما رو امور ما رو اصلاح بکنه. بعد میگه واتقوا الله، بازم میگه از الله بترسین. ان الله خبیر بما تعملون. الله خوب آگاه است از همه اموری که انجام میدین. خبیر یعنی در کمال آگاهی قرار داره. از چی؟ از همه اعمالتون. شما باور بکنین موارد زیاد انسان خودش از اعمال منفی زیاد خودش آگاه نیست که الله از او آگاه است. این یک ترفند خطرناک شیطانی است. در وجود انسان هزارها گناه می باشه، شیطانی گناهان را از انسان پنهان میکنه و انسان نمیفهمه که ما در گناهان است. مثلا داشتن نیت بد یک گناه است. داشتن نیت بد. خیلی از مردم نیت های بد زیاده دارن. شیطان رو ازش پنهان میکنه. اگه خود محاسبه بکنه به نیت های بد خود نکته منفی نمیته، ازشان غافل است. متوجه شدین؟ این حد اقل یک امر باطنی است. یا مثلا در وجود نفر حسادت است. حسادت از جمله کدام گناهان است؟ از جمله گناهان کبیره و موارد از اکبر الکبائر میآید. غرور از جمله کدام گناهان است؟ گناهان کبیره. متوجه شدین؟ حسادت داره، تکبر داره، فخر فروشی داره، اما قبول نداره که ایره دارم. چرا؟ چون شیطان ازش پنهان کرده این گناه را در وجود خودش. خیلی کم از آدمی که اعتراف بکنه که ولی واقعا من حسادت دارم. واقعا هم تاس یا نیست؟ این شما فکر بکنید نظر کدام تا پرسیده شده که تو آدم حسودی هستی؟ نه آدم مغرور هستی؟ نه مغرور نیست. در حالی که اگه ارزیابی شوه هزارها رفتارش در نتیجه غرور و حسادت و تکبر ازش صادر میشه، آماده نیست اعتراف بکنه. متوجه شدین؟ اما الله ازش آگاه است. تو خودت آگاه نیستی که گناه را داری، الله ازت آگاه است. ان الله خبیر بما تعملون. الله میدونه که در کجای عمل انجام میدین، به اساس کدام نیت است و خود عملتون چقدر است، درست است، نادرست است، حلال است، حرام است و در نتیجه کدام انگیزه از شما صادر میشه.